سلام دوستان عزیز، این نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل است و ما چون وقتا از گپ‌های اساسی بازار ترانسفری میگوییم. گپ و خبر اولی از بازار ترانسفری ورزشی رقم اول هم البته با فوتبال ایتالیا وابستگی دارد. از شهر ابد زنده ریم دقیق‌ترش از تیم لاتزیو فیلیپ اندرسون اعلان رفتن کرده است. هرچند که آوازها اطراف رفتنش از نزد کلیزی تا تورین زیاد بودند، ولی برزیلی اخیراً خیانت به وطن نکرد. با این کارش البته او طبع زبرها را خیره و ملال کرد. ولی پیش از رفتنش بعد انجام موسم چون فوتبال باز آزاد، اندرسون چنین سخنهای خیربادی را از دهان بیرون کرده است. با احترام نسبت لاتزیو و کل مخلصان آن که همه وقت مرا دستگیری می نمودند، می رسانم که عید تمدیدکنی شرطنامه با باشگاه به توافق نرسیدم و در موسم بعدی بر راه دیگر می روم. فیلیپ از بودن در این تیم البته اظهار تشکری نموده. اول طبق آوازها فوتبالباز 31 ساله باید که به یوونتوس می رفت، ولی چنین نشد، زیرا تیم برزیلی پالمیراس فیلیپ اندرسون را از چنگال یوونتوس کشیده گرفت. اکنون تابستان او به برزیل می رود و شرطنامه تا سال 2027 امضا خواهد کرد. درباره رفتن اندرسون به یوونتوس گپ و چپ زیاد بود، ولی پالمیراس الکی اعلان نمود که عاید امضاکنی قرارداد با اندرسون به موافقه رسیده است. روز 1 ایول وقتی که مهلت شرطنامه او با لاتزیو پایان می‌یابد، فیلیپ با پالمیراس شرطنامه مهلتش تا آخر ماه دکبر سال 27 امضا خواهد کرد. اندرسون اصلا دستپرور سانتوس بوده. 11 موسم در صف تیم‌های لاتزیو، وست هم یونایتد و پورتو بازی کرده است. در تیم ایتالیایی باشد این بازیگر سال 2017 غالب سوپر جام کشور گردیده بود، ولی اصلا بعد اعلان کنی رسمی کنفدراسیون فوتبال برزیلیان یک زمان عاید اعلان آمدن انچلوتی، دیگر راستی به درستی اعلان‌های تیم‌های برزیلی هم باور کردن نشاید، زیرا دونکاردو دیگر هیچ کجا نرفت و اندرسون هم میتواند از ایتالیا هیچ کجا نرود. اگر یادتان باشد در برنامه‌های پیشین هم اطراف ترانسفرهای احتمالی از چمپیونات پرتغالیا به پریمیر لیگ انگلیا گفته بودیم. این نوبت نیز درباره این هستند موضوعهایی که باید از آن گفت. گپ سری زید یوسف می رود که در صف فامالیکان پرتغالی برآمد می کند. این نوبت اطراف آن تصور می کنیم که اگر یوسف به لیورپول بیاید چه خدمتی به دسته کلوب رسانیده می تواند. البته که در صف سرخان مکالیستر و ساباسلای می باشند که بی‌شبهه در صف اساسی خواهند بود، ولی در مورد اندو باید گفت که باشگاه موقع را پرقوت می کند. مثلا آمار مکالیستر در 26 دیدار 4 جمع 5 است. آمارهای ساباسلای در چنین شماره بازی ها 3 جمع 2 و نتیجه وتر و اندو در 20 بازی 1 جمع 0 اند. ولی اگر با آمارهای خود زید یوسف 24 سال از فرانسه در فامالیکان نگریم، در 26 بازی او 0 جمع 1 دارد و ارزش هم 4 میلیون یورو می باشد. در تیم خویش یوسف چون یکی از دو نیم حمایتگر تکیه‌گاهی بازی نموده، وقتی طرح 4-2-3-1 در سمت چپ عمل می کند. خلاص که از روی سن سالش این بازیگر در چمپیونات خودی بازیگری چخان است و اگر لیورپول او را بگیرد با گذشت وقت و کسب تجربه او می تواند درخشش داشته باشد. ولی پیونده که اگر یک طرف گذاشته از واقعیت باید که گفت، مربی نوی لیورپول با نفران نوی خویش به میدان می آید. تصورات و خیالات البته که نوابسته از آمارها پسی پرده ها می روند. در منچستر یونایتد غیر از دست دادن خلو اساسی، باز جواب دادن آدمان نادرکاری هم گپی لازمی است. این نوبت گفته می شود که انتونی مارسیال تابستان بعد 9 سال منچستر یونایتد را ترک می کند، زیرا ایستادن در امیو دیگر یگان معنی ندارد. وقتی که تو بازیگر اساسی نیستی و تن هاگ هم تو را چشم دیدن ندارد. فرانسوی 28 ساله که دیگر در منتخب هم چهره‌ای در کاری نیست، از ماه دکبر سال 2023 از میدان دیگر از او خط و خبری نیست. بعد جراحی عین حال در طبابت و مطابق شوی قرار دارد و به نظرم از شفاخانه راست به بازار می‌براید. از روی گفته‌های چخان‌ترین زاغی خبرکشی ترانسفری فابریسیو رومانو، دقیقاً مارسیال این تابستان امیو را ترک می کند. وقتی که رومانو دهانش را باز کرد، پس معلوم می شود که چنین گپ‌ها
راستند. فرصت‌های نزدیک بعد برقرار شوی پر از جراحت انتونی باشگاهی نو می‌جوید، زیرا بعد اینقدر فراموشی‌ها دیگر باشگاه او را نه بلکه او خود به سراغ باشگاه‌ها می‌رود. قرارداد کاری این حمله‌ور با یونایتد باشد تا سنه 30 ایون مهلت دارد. یونایتد عموماً درباره تمدید کنی شرطنامه قطعاً گپ هم با او نزده است، ولی از جانب دیگر میگویند که اینتر نسبت انتونی دقت کرده است. این هم نفر است که موسم جاری 19 بازی در صف امیو گذرانیده، 2 گل و 1 پرتافت گلی دارد. اطراف آمارها اگر حرف زنیم، این مردک اگر بازی کردن نتواند گل‌ها را چگونه میزند؟ در منچستر یونایتد اگر حال حاضر با گسیل کنی بازیگران نامعلوم مشغول هستند، در قسمت غربی لندن باشد گپ و کار باز هم سر خریداری ها می روند. این نوبت چلسی لندن 40 جمعی 20 میلیون یورو از برای استوان 16 ساله دادنی است، ولی دستش پالمیراس باشد میخواهد 60 میلیون را با یک بارگی شامل خزینه کند. با قول نشریه اسپورت ویتنس با تکیه به معلومات ژورنالیست برزیلی ژورژ نیکولو، نماینده پرمیر لیگ انگلیا، از برای استوان که همچنین با لقب مسینیا مشهور است 40 میلیون یورو جمعی 20 میلیون یورو در شکل لیورپولی ها پیشنهاد کرده است و احتمالاً اینجا گپ سری چلسی می رود. از میان نمایندگان پرمیر لیگ انگلیا دسته شتابکار و سروایران در خریداری ها تنها چلسی می باشد. دسته های دیگری پایتخت بریتانیای کبیر از برای خریداری های بزرگ با قول نه پول دارند و نه دل و جگر. از جانب دیگر 60 میلیون نرخنامه در شرطنامه بازیگری پالمیراس بوده. این دسته اینقدر پول را با یک بارگی گرفتن می‌خواهد. نسبت استوان همچنین دسته‌های به مثال PSG، منچستر یونایتد، منچستر سیتی، بارسلونا و 2 تیم دیگر پرمیر لیگ انگلیا مراق ظاهر کردند. در صف تیم اولیه پالمیراس این بازیگر کاناری 16 ساله 8 بازی گذرانیده، 1 گل و 1 پاس گلی با آمار گرفته است. در دسته یو 20 باشد آمار 6.3 در مسیر 19 بازی دارد. خلاص که یک بازیگر پرمهارت و آینده دار است که سالیان اخیر باز چند دسته های پولدار اروپایی را پشت خود سرگردان می کند. چلسی و دیگران هرچند نیت خریداری چهره‌های نو را دارند، بارسای پرعلم بعد شکست خانگی از PSG در مرحله چهارک نهایی لیگ چمپیون ها میخواهد با 2 ژائو پرتغالی همکاری ها را در آینده ادامه دهد. بر زمین یک خریداری بزرگ هم به چشم میرسد، ولی بدون فروختن بازیگران آن را انجام دادن غیر امکان است. وابسته به مشکلات جدی مالیوی و آمدن پیشنهادی قولای از جانب امیو ممکن که رافینیا فروخته شود. چطور دیاریو سپورت می نویسد دیرکتوری ورزشی بارسا دکو باشد اطراف حفظ کردن همشهریانش ژائو کانسلو و ژائو فلیکس در دسته کار کرده. همچنین 2 ترانسفر دیگر باید انجام داده شوند. تابستان بارسلونا نیت خریداری نیمه‌نهایی تکیه‌گاهی و بازیگر کناری چپ را دارد. با وجود این عین حال از جانب کاتالانی ها در بازار تنها وریانت های ارزان بررسی کرده می شوند. بر زمین بهر انجام دادن خریداری بزرگ پول از فروش یگان بازیگر یافتن در کار است، ولی از میان آن بازیگرانی که از جانب دک آورده شدند کسی هم از بارسا رفتن نمیخواهد. آوردن بازیگری ارزان و ناچخان باشد بر ضرر تیم خواهد بود. از این رو بارسا پایبند این حالت مشکل بوده. به نظرم تابستان یگان بازیگر به خفگی و یگان جنجال زیادتی از دسته آرامانه گسیل کردن می شود. در بارسا اگر میخواهند که یگانه از نفرهای درکاری را با نرخی سازتر فروشند، ناپولی باشد با چهره‌های شناسی سابقش دقت کرده است. با قول نشریه ایل ماتینو ناپولی میخواهد کیمنجه را از باواریا به اجاره بگیرد. این هم در حالی است که کریگی را هنوز تابستان به دسته میونخن فروخته بودند. شهر کالسیو ناپولی 24 با تکیه به تو ماتینو خبر میدهد باشگاه ایتالیایی امکانیت برگرداندن دفاعگر را بررسی میکند. ناپولیتانو میخواهند پیشنهاد عاید گزارش بازیگر طریق اجاره نمایند، ولی این گزارش میتواند وابسته به معاش بلند کیم عملی نشود، زیرا او سالانه 8.5 میلیون یورو به دست میآورد. فوتبال بازی منتخب کره جنوبی اصلا بر عوض
50 میلیون یورو تابستان سال گذشته به باواریا گزارش انجام داده بود. در دایره بازی‌های بوندسلیگا 21 بازی گذرانده، فرصت‌های اخیر نه همه وقت شامل هیئت اساسی میباشد. از همین عامل ممکن که روند اجاره بازیگر را تیزانیده تواند. یک گراند دیگر فوتبال اروپایی با نام باواریا میونخن علیکی اشاره دارد که در فروش سرژ گنابری آماده است و دلخواه پیشنهاد را تیار است که مورد بررسی قرار دهد. ولی خود سرژ گنابری تنها در صورت آمدن پیشنهاد از جانب ابردسته ها آماده رفتن از میونخن می باشد. دسته میونخنی البته که در فروش بازیگر 28 ساله ضد نیست، ولی قرار قطعی تا حال در این سمت نبرآورده است. از یک جانب گنابری نفری معروف در اتاق لباس وزکنی بوده. با قول ژورنالیست اسکای اسپورتس دیچلند فلاریان پلاتنبرگ برآوردن قرار نهایی اوید فروش او مشکل خواهد بود. مهلت شرطنامه سرژ گنابری باشد تا تابستان سال 26 بوده. این موسم بازیگر آلمانی 662 دقیقه در دوام 17 بازی در میدان بود. 5 گل و 1 پرتافت گلی هم به آمار گرفت. اصلا بازیگری که از سال 2017 در باواریا می باشد چهره پرنفوذ این تیم است و از دست دادن او هم برایشان به قول یک تلفات است، ولی ممکن در بازار آنها خریداری بزرگتر انجام دادنی اند. رقیبان اساسی منسیتی و علیکی شکست خورده در دور آخرین پریمیر لیگ انگلیا تیم‌های لیورپول و آرسنال این نوبت دفاعگر اینتراخت لبک فرانکفورت ویلیان پاچو را به قول خوش کردند. ارزش این دفاعگر باشد 50-60 میلیون یورو می باشد که البته برای هر دو این تیم‌ها دادن چنین پول نه به آسانی عملی کرده می شود. همین طریق با قول ژورنالیست اسکای اسپورت فلاریان پلاتنبرگ اشتیاق نسبت بازیگر اینتراخت از جانب دسته‌های دوم و سوم پرمیر لیگ انگلیا به نظر می رسد و از همین دسته ها اوید بازیگر معلومات‌های ضروری را پرسان شدگی‌اند. بازیگر اکوادوری هم از دسته فرانکفورت می تواند بر عوض 50-60 میلیون یورو رود، در حالی که مهلت شرطنامه‌اش تا سال 2028 عمل می کند. موسم جاری پاچوی 22 ساله در بوندسلیگا 28 بازی گذرانیده و علیکی دقت ابردسته‌های جهانی کهن را سوی خویش کشیده است. با وجود چنین سر و صداها ما تابستان شاهد یک دفاعگر دیگری گران ارزش در چمپیونات انگلیا شده می توانیم. یک کار دیگر سودایی و وابسته به بازار ترانسفری در بوندسلیگا با بروسیا دورتموند پیوند است. بروسیا دورتموند هم دسته است که در بازی جوابی مرحله چهارک نهایی لیگ چمپیون ها توانست در مقابل اتلتیکو مادرید در ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک پیروزی به دست آورد. با شرافت این پیروزی تاریخی البته از زنبورها راحت مرحله نیمه نهایی را باری نخست از سال 2013 به دست آوردند. ولی بر زمین دسته ترزیچ فروش حمله‌ور افریقایی خود سباستیان آلر را این تابستان استثنا نمی‌کند. حمله‌ور باشد خود بر عوض 31.4 میلیون یورو به شهر دورتموند آمده بود و موسم گذشته از سرطان معالجه می گرفت. بنا به معلومات ژورنالیست پاتریک برگر آینده حمله‌ور منتخب کت دیوار در باشگاه دورتموندی ناروشن باقی میماند. استثنا نمی‌کنند که آلر در روزانه تابستانی ترانسفری فروخته می شود. قید کرده می شود که بودن این فوتبال باز از بودن بروسیا دورتموند در موسم بعدی لیگ چمپیون ها وابستگی خواهد داشت. در آمدی گپ در بازی نخست اتلتیکو در لیگ چمپیون ها گل جوابی آلمانی ها را آلر به ثمر رسانیده بود. انتظار می رود که از برای رفتن آلر بروسیا پولی کمتر می گیرد. تابستان سال 22 حمله‌ور مذکور از تیم آیاکس بر عوض نرخ رکوردی 31.4 میلیون یورو آمده بود. ولی از روی آمارها و وابسته به جراحتی داشتگی آمار نیکلاس فیولکروگ از او بیشتر است، ولی ممکن راحت بعدی لیگ چمپیون ها عمر فوتبالی او را در شهر دورتموند بیشتر نماید. آخرین گپ و کار مهمی که در بازار ترانسفری اتفاق می افتد باز هم به دسته پولدار یعنی چلسی تعلق دارد. اشرافزادگان لندنی این نوبت به دسته برگامو از برای خریداری کاپ مینرز 60 میلیون یورو به اتلانتا پیشنهاد کردند. تن کاپ مینرز به نظرم بعد برآمد فعالان از لیورپول در ورزشگاه انفیلد رود راهبران چلسی را به وجد آورده است. شتور اسپورت مدیا ست میرساند نماینده کبودها در بازی اتلانتا با لیورپول 3-0 در لیگ اروپا شرکت کردند. احتمالاً این هم به قرار دسته چلسی تاثیر کرده است.
به این خاطر از برای نیم حمایتگری 26 ساله 60 میلیون یورو پیشنهاد کردند. کوپ مینرز باشد موسم جاری 11 گل در 27 بازی چمپیونات ایتالیا به ثمر رسانیده است. احتمالاً این آوازه ها تنها در سطح صحیفه رسانه ها باشند و یا واقعا هم به حقیقت نزدیکی دارند. این را البته ما وقتی گشوده شوی روزانه تابستانه ترانسفری مشاهده خواهیم کرد. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.